بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در تلاوت آیات کلام الله متعال و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو به نهایت سپاس به خاطر همه نعمت‌هایش و از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب به راه ما قرار داد تا با شما گرامیان در درسی دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه البقره پای رحل کلام پاکش گرد هم بیاییم. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 158 رو به تناوت گرفتیم و درباره ترجمه معانی این آیات با هم گفتگویی داشتیم. تا اینجا الله متعال برای ما بعد از اینکه خلافت آدم علیه السلام رو در ابتدای سوره مبارکه بقره برای ما ذکر فرمود، بعد از او داستان بنی اسرائیل رو ذکر کرد که در میان فرزندان آدم علیه السلام و خلافت روی زمین الله متعال با آنها لطف و احسان فراوانی کرده بود. هر دو گروه یهودیان و مسیحیان پیامبران زیادی از بین آنها آمد و پادشاهانی که پیامبر بودند، برخی از آنها حتی به مانند داوود و سلیمان علیهم السلام از بنی اسرائیل آمد، اما در مقابل آنها به جای شکر و به خاطر قدردانی از این نعمت به جای اینکه در مسیر هدایت قرار بگیرن و استقامت و توحید متاسفانه به بیراه رفتن و دچار شرک شدن، بلکه کتاب‌های آسمانی رو تحریف کردن، پیامبران الهی رو کشتن، اختلاف ایجاد کردن و از مسیر به بیراه رفتن. الله متعال به تفصیل درباره اینها صحبت کرد تا در آیه 124 و بعد الله متعال برای ما از ابراهیم علیه السلام صحبت رو آغاز نمود، زیرا بنی اسرائیل خود رو منتسب به ابراهیم علیه السلام می‌دانستند و در اعتقاد و در باور در نسل که خب طبیعتاً بودن، انکاری در این بحث نیست، و در راه و روش و منش و منهج و اعتقاد و باور خود رو به ایشان منتسب می‌دانستند. و همچنین مشرکین مکه هم که رسول الله علیه السلام با آنها در جنگ بود در هنگام نزول آیات سوره مبارکه بقره، آنها هم خود را به ابراهیم علیه السلام نسبت می‌دادند. الله متعال ابراهیم علیه السلام رو معرفی کرد، اعتقاد و باورش رو، تا نشان دهد که کی پیرو حقیقی ابراهیم علیه السلام است و از آزمایشات و ابتلاعات ایشان گفت در ابتدا در آیه 124 و بحث تجدید بنای کعبه و دعاهای ایشان و فرزندانش و عقیده ایشان و فرزندانشان و سفارش‌های ایشان و فرزندانشان و همینطور بحث ادامه پیدا کرد تا تغییر قبله آمد از مسجد الاقصی به مسجد الحرام، حقانیت این تغییر و اینکه اهل کتاب یهودیان و مسیحیان می‌دانستند این تغییر یک حقیقتی است از سوی الله متعال، اما این وجود اعتراض کردند و انکار کردند و نپذیرفتند و نخواهند پذیرفت و موضوع ادامه پیدا کرد تا الله متعال باز برای ما از صحبت از آزمایش‌های الهی و ابتلاعات الهی نمود در آیات 153 به بعد و قوانین خود را برای ما معرفی کرد که هر کسی رو در این دنیا بلا استثناء آزمایش می‌کند، ابتلا می‌کند. این آزمایش‌ها حکمت‌هایی داره، درس‌هایی داره. این آزمایش‌ها برای برخی سبب بالا رفتن درجات و بالا رفتن مکانت آنها نزد الله متعال می‌شود، برای برخی سبب کفاره گناهان است، برای برخی دلیل نیست و سببی است برای بازگشت به سوی الله متعال، برای برخی حجتی است بر علیه آنها و برخی دیگر رو هم الله متعال با حال خودشون رها کرده، کسانی که هیچ امیدی به هدایت آنها نیست و روز به روز الله متعال با آنها بیشتر و بیشتر هم میدهد. و اینکه کسی همزمان که گناه میکنه الله متعال داره به اون نعمت میده، این هرچی بیشتر گناه میکنه بیشتر نعمت مییابد، بیشتر فراخی نعمت
آسایش و آرامش می‌بیند، این زنگ خطر بزرگی برای اوست. به این معناست که کلاً از او قطع امید شده است و این رو در اصطلاح دینی ما استدراج می‌نامیم. الله متعال هم در سوره مبارکه الاعراف می‌فرماید سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، من آنها رو پله پله، قدم به قدم به سوی عذاب می‌کشانم در حالی که آنها نمی‌دانند. و این فرصتی است که طبق آیه 178 سوره مبارکه آل عمران الله متعال می‌فرماید من آنها مهلت میدم لیزدادوا اثما، تا بیشتر گناه بکنم. در ادامه در آخرین آیه که در خدمت شما سروران در درس گذشته تلاوت کردیم، صحبت از صفا و مروه آمد و بعد از ذکر داستان ابراهیم علیه السلام در آیه 124 و بعد که پررنگ از حضور ایشان هنوز در این آیات، حکایت صفا و مروه در پایان این داستان ابراهیم علیه السلام در این مقطع از سوره مبارکه بقره ابتدا با آزمایش هایی که ابراهیم علیه السلام مواجه بود و ابتلى ابراهیم ربه به کلمات، علیه متعال صحبت از آزمایش ها کرد و در پایان صحبت از صفا و مروه کرد. کم مرتبط بود موضوع صفا و مروه به بحث مسجد الحرام، تغییر قبله، و هم مرتبط است به ابراهیم علیه السلام و خاندان ایشان و هم مرتبط است به موضوع آیات گذشته که بحث آزمایش ها و ابتلاعات الله متعال بود. الله متعال برای ما از صفا و مروه گفت و اینکه از مقدسات الله متعال و شعائر الله متعال هستند و اینکه عده‌ای در هنگام نزول آیات کلام الله مجید در مکه مکرمه که خب به دست مشرکین بود، چون آنها بت‌هایی رو روی صفا و مروه گذاشته بودن و یا اینکه چون اونها برای زیارت بتشون منات وقتی از مدینه عده‌ای از مشرکین مدینه قبل از اسلام حرکت میکردن و مکه برن، در وادی بین مکه و مدینه که وادی قدید نام دارد، نرسیده به وادی قدید از سمت مدینه بت منات قرار داشت و اونجا پیش او میرفتن، هر کی از اونجا احرام میبست و به سمت مسجد الحرام حرکت میکرد، میگفتن که نباید بین صفا و مروه برود و طواف بکنه و این یک باور نادرست قبل از اسلام بود، یک باور شرکی. الله متعال این باور رو اصلاح فرمود که نه اینطور نیست، صفا و مروه از آن الله متعال است و الله متعال است که تصمیم میگیرد و هیچ منابعتی نیست کسی حج میکند یا عمره میرود که بین صفا و مروه سعی داشته باشد یا به تعبیری طواف انجام داد به تعبیر این آیه. و در پایان آیه فرمود من تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم، هر کسی عبادت نفلی انجام داد، عبادت از پیش خودش که برای واجب نشده است، به اختیار خود به دلخواه خود انجام بده است، الله متعال انجام بدهد. الله متعال قدر شناس است. یعنی اگر کسی حج نفلی رفت، عمره نفلی رفت، عبادت‌های دیگری انجام داد، الله متعال پاداش او رو خواهد. در ادامه در آیه 159 الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. از اونجایی که موضوع تغییر قبله، موضوع رسالت محمد مصطفی علیه السلام، موضوع صفا و مروه و داستانی که در صفا و مروه نهفته بود، حکایت خروج ابراهیم علیه السلام از شام و رفتنش به سوی مکه مکرمه و هجرت با بانو هاجر و اسماعیل علیهم السلام در کتاب‌های گذشته آمده بود. اهل کتاب به خوبی این رو می‌دانستن، این حقایق رو می‌دانستن. یهودیان، مسیحیان خوب می‌دانستن که این قبله پیامبر آخرالزمان است، خود این شخص پیامبر آخرالزمان است و این خانه رو یعنی کعبه رو ابراهیم علیه السلام تجدید بنا کرده است. همون شخصی که خود رو به او منتسب می‌دانستن، هم در نسب هم در اعتقاد و باور و افتخار او رو داشتن که ما از نسل و ذریه او هستیم و پیرو راه او هستیم، این حقیقت رو کتمان می‌کردن. یهودیان هم پیامبری رسول الله علیه السلام رو کتمان کردن که در آیات گذشته هم آمد. مثلا در آیه 146 الله متعال فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق. می‌دانستند که پیامبر آخر زمان است، همون گونه‌ای که مطمئن بودن که فلانی فرزند من است، اما این رو کتمان می‌کردن، حق رو مخفی می‌کردن، بیان نمی‌کردن. همونطور که پیامبری رو کتمان کردن، همونطوری که تغییر قبله رو که می‌دانستند پیامبر آخر زمان
چون از نسل اسماعیل علیه السلام است، قبله او قبله ابراهیم و اسماعیل است، یعنی مکه، یعنی کعبه به سوی او رو می‌کند. این رو هم می‌دانستند و در کتاب‌های آنها آمده بود پیامبر آخر زمان 2 قبله دارد، اول مسجد الاقصی و بعد مکه. این رو هم کتمان کرد و حتی این رو هم کتمان کردند که ابراهیم علیه السلام و فرزندانش و فرزند نازنینش اسماعیل و مادرشان بانو هاجر هجرت کردند به سمت مکه رفتن. این رو هم کتمان کردند. همه این حقایق رو کتمان می‌کردند و نمیگفتن به پیروان خودشان، به خاطر حفظ منافعشون، به خاطر حفظ قدرت، به خاطر حفظ جایگاه، به خاطر کینه و حقدی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. عده‌ای از آنها ایمان آوردند، اما اکثریت علمای آنها این حقایق رو کتمان می‌کردند و نمیگفتند به پیروان خود و کتمان می‌کنند. هنوز هم این کتمان وجود دارد. هنوز هم علمای یهود، هنوز هم علمای مسیحی با وجود اینکه به خوبی می‌دانند محمد مصطفی علیه السلام ادامه مسیر موسی و عیسی علیهم السلام است و به خوبی می‌دانند که قرآن کریم ادامه مسیر تورات و انجیل است و محمد مصطفی علیه السلام پیامبر آخر زمان است، اما این حقیقت رو حاضر نیستن انکار بکنن و کتمان میکنن. عدمتان اینجا در شأن نزول این آیه و ارتباطش با آیات قبل درباره علمای اهل کتاب میفرماید ان الذین، همانا اون کسانی که یکتمون کتمان میکنن ما انزلنا، آنچه را که ما، یعنی آن چیزی رو که انزلنا نازل کردیم ما، و هر جایی که در قرآن کریم تعبیر جمع برای الله متعال استفاده می شود، فعل جمع یا ضمیر جمع دلالت بر عظمت دارد. آن کسانی که کتمان می کنند آنچه را که من الله با عظمت نازل کردم، من البینات والهدى، از بینات. بینات جمع بینه هست، یعنی دلیل واضح و آشکار. و اینجا برخی از مفسرین گفتن من البینات، البینات صفت یک موصوفی است که حذف شده است، یعنی آیات البیان، من الآیات البینات، این گونه بوده تعبیر، الآیات البینات، آیات واضح و روشن که اینجا وصف مانده، موصوف حذف شده، یعنی آیات حذف شده. احیانا در قرآن کریم ما بین صفت و موصوف، جاهایی که صفت و موصوف هست، احیانا موصوف حذف میشه، مثل اینجا که آیات حذف شده، یا احیانا صفت حذف میشه. مثلا ما در سوره مبارکه کهف داریم که و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، پشت سرشان پادشاهی بود که هر کشتی را، کل سفینة یأخذ کل سفینة غصبا، هر کشتی سالمی را غصب میکرد. اونجا کل سفینة یک صفت سالمة یا صحیحة اونجا اضافه میشه به اون، چون که همه کشتی ها رو که پادشاه نمیگرفت. در داستان موسی و خضر علیهم السلام که تعبیر درست خضر هست و در سوره مبارکه کهف میاد که کشتی رو سوار شدن و شکستن و بعد خضر علیه السلام و موسی علیه السلام فرمود که من به این خاطر شکستم که پادشاهی منتظر بود تا هر کسی کشتی سالمی داشت او رو میگرفت. این کشتی سالم خب خود به خود از سیاق و سباق داستان معلوم است که یأخذ کل سفینة صحیحة، و چون اگر هر کشتی رو میگرفت خب کشتی اینها رو باید میگرفت، کشتی سالم و غیر سالم رو باید میگرفت. پس معلومه که اونجا یک وصفی بوده است، وصف سالم یا صحیحی بوده است که استثناء میکنه این کشتی رو که اونها نگرفتن. احیانا صفت هست میشه، احیانا موصوف هست میشه. اینجا موصوف هست شده، من الآیات البینات، آنچه رو که من الله با عظمت نازل کردم از آیات، از معجزاتی که بر انبیاء الهی نازل شده است، یا آیات کلام پاکش. آیات البینات اینجا میتونه که بینات آیات تورات باشه، آیات انجیل باشه، آیات قرآن کریم باشند. ما انزلنا من البینات، آنچه رو که من الله با عظمت از معجزات، از آیات واضح و مشخص خودم نازل کردم، والهدى، و همچنین هدایتی رو که نازل کردم، راهنمودهایی رو که من الله با عظمت نازل کردم، اون علمی را که برای تشخیص صراط مستقیم، راه راست نیاز داشتن، من الله با عظمت برای آنها فرستادم. آیات واضح خودم رو که سبب هدایت میشد برای آنها فرستادم. من بعد ما بیناه،
کسانی که کتمان کردند آیات من الله با عظمت رو که سببی برای هدایت است، من بعد از اینکه بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه من الله با عظمت آن را بیان کردم، توضیح دادم، به وضوح بیان نمودم برای مردم فی الکتاب، در کتاب‌های آسمانی، در تورات، در انجیل، در قرآن کریم. بعد از اینکه من الله با عظمت آیات خودم رو بسیار واضح، آشکارا با آنها گفتم، بیان کردم، مسیر رو نشان دادم، باز هم اینها آمدن و کتمان کردند. آنچه را که به نفع آنها نبود تحریف کردند، مخفی کردند، حذف کردند، برداشتند، در ترجمه دست بردن، در بیان معانی تحریف کردن، معانی رو، خود لفظ رو احیانا تحریف کردن، نگفتن حقایقی رو که باید بگوین. نتیجه چه می شود؟ اون کسانی از اهل کتاب که این رفتار رو با تورات، با انجیل انجام دادن، اوصافی رو که در تورات و انجیل درباره محمد مصطفی علیه السلام بود یا مخفی کردن یا تحریف کردن یا وقتی که به دیگران بیان کردن به شکلی گفتن در ترجمه های خود که اونها متوجه حقیقت نشوند، اینها کسانی که اوصاف محمد مصطفی علیه السلام رو، اوصاف پیامبر آخر زمان و یاران او رو که متان میفهمد در تورات و در انجیل ذکر شده بوده است، اینا حذف کردن و کتمان کردن. الله متعال میفهمد اولئک، نتیجه چی میشود؟ یلعنهم الله، اینها مورد لعن الله متعال قرار میگیرن. ان الذين یکتمون، کسانی که کتمان میکنند. یکتمون فعلی است که برای حال و آینده استفاده میشه. در اصطلاح عربی میگویم فعل مضارع. فعل مضارع برای حال یا آینده استفاده میشه، برای گذشته استفاده نمیشه. ان الذين یکتمون، کسانی که کتمان میکنند، یعنی این کتمان همچنان ادامه دارد. نسل‌های قبلی اونها کتمان کردند، حال هم کتمان میکنند، در آینده هم کتمان میکنند. کسانی از اهل کتاب که کتمان میکردند و کتمان میکنند و کتمان خواهند کرد آنچه را که درباره حقانیت محمد مصطفی علیه السلام در کتاب‌های آسمانی گذشته آمده است. نتیجه این کتمان و نگفتن و پنهان کردن و تحریف کردن و مخفی کردن چیست؟ اولئک یلعنهم الله، آنها کسانی هستند که الله متعال لعنت خود را بر آنها میفرستد. لعنت الله متعال شامل آنها، حال آنها می شود. لعنت الله متعال، لعنت یعنی دوری از رحمت الله متعال. لعنت یعنی اینکه الله متعال اونها رو طرد میکنه از رحمت خود، طرد کردنی همراه با غضب و خشم. وقتی که طرد بشن، دور بشن و اینها از رحمت الله متعال دور نگه داشته بشوند، دور نگه داشتنی همراه با غضب و خشم، این می شود لعنت. دوری از رحمت الله متعال و شامل غضب و خشم الله متعال شامل حال اونها شدن. به جای اینکه رحمت الهی شامل حال اونها بشه، خشم و غضب و نفرین الله متعال شامل آنها خواهد شد. و یلعنهم اللاعنون، و همچنین لعنت میکنند آنها را هر کسی که لعنت کننده هست. اللاعنون اینجا مراد مفسرین فرمودن که ملائکه الله متعال هستند و مؤمنان و حتی کسانی که هر جنبنده‌ای که روی زمین وجود دارد آنها را لعنت میکنند. هر جنبنده‌ای که روی زمین وجود دارد آنها را لعنت میکنند. اللاعنون. این آیه در سیاق آیات گذشته و در ترتیب آیاتی که درباره اهل کتاب هست و رد ادعاهای باطل آنها، این تفسیر در سیاق آیات است. اما این آیه به صورت کلی یک قانونی رو الله متعال گذاشته است برای همه کسانی که آشنایی دارن با کلام الله متعال و کتاب‌های آسمانی و قرآن کریم. هر عالمی، هر دانشمندی، هر کسی که خبر می شود از شریعت الله متعال، از دین الله متعال، از آیات الهی و کتمان میکنه، او رو در بر میگیره. خطاب این آیه در خارج از سیاق یک خطاب عام است. ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات، هر کسی که بلا استثناء، هر کسی که کتمان میکند آن چیزی رو که من الله با عظمت نازل کردم از آیات واضح خودم که دلیلی است برای هدایت، اون علمی است که به هدایت میرسانه مردم رو،
به راه راست میرسانه. شریعت خودم. هر کسی که کتمان میکنه آنچه را که الله متعال گفته درباره دین در قرآنش و محمد مصطفی علیه السلام گفته با سنتش که مورد تایید الله متعال است، سنت محمد مصطفی علیه السلام، و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، هیچ چیزی رو درباره دین از پیش خود نمیگوید، هر چه میگوید وحی است که از طرف الله متعال به او میشود. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی که از رسول الله علیه السلام اطاعت کنه از الله اطاعت کرده. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی که رسول الله به شما امر میکنه بگیرید، هر چیزی رو که نهی کرده باز دارید خود رو. آنچه که در قرآن است و آنچه در سنت رسول الله علیه السلام است، کسی که کتمان میکنه اینها رو، میداند و کتمان میکنه بعد از اینکه اینها بیان شده، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه من الله با عظمت آیات خودم رو واضح و راهنمودها و هدایت خودم رو واضح فرستادم و گفتم، شرح داده شده، آیات قرآن واضح آشکارا شرح داده شده و مشخص است، معانی مفاهیم آنها، احادیث رسول علیه السلام واضح و مشخص است. کسی که میاد این رو کتمان میکنه و به جای اینکه بیان بکنه در شرایطی که مردم شدیداً با آن نیازمند هستند، میاد این رو مخفی میکنه به خاطر منافع خودش، به خاطر اینکه جایگاهش به خطر نیفته، به خاطر اینکه حب قدرت داره، یک جایی میخواد به قدرتی برسه، به خاطر اینکه منافعی به دست بیاره، به خاطر اینکه فلانی و فلانی از اون ناراحت نشن، به خاطر ترس از جان خودش، به خاطر اینکه به زندان نیفته، به خاطر اینکه به خطر نیفته. هر کسی که کتمان بکنه آیات کلام الله متعال رو، کتمان بکنه یعنی مخفی بکنه، نگه، بپوشانه و یا تحریف بکنه او رو، هر کسی که کتمان بکنه آیات الله متعال رو، الله متعال میفرماید لعنت الله متعال شامل حال او میشود. اولئک یلعنهم الله، اینجا حتی خطاب تغییر میکنه. در ابتدای آیه فرمود ما انزلنا، کسانی که کتمان میکنند آنچه را که من الله با عظمت نازل نموده‌ام. اینجا خطاب خود الله متعال میفرماید من نازل نموده‌ام. یک دفعه تغییر به غایب تغییر میکنه، تعبیر تغییر میکنه به خطاب غایب. اینجا در پایان در نتیجه میفرماید اولئک یلعنهم الله، نفرمود اونها کسانی هستند که من اونها رو لعنت میکنم، حتی الله متعال خطاب رو تغییر میده، یلعنهم الله، الله آنها رو لعنت میکند، از رحمت خود میراند، خشم و غضب الله متعال شامل حال آنها میشود. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، و لعنت کنندگان نیز آنها رو لعنت میکنند. ملائکه الله متعال در آسمان آنها رو لعنت میکنند، مؤمنان روی زمین آنها رو لعنت میکنند و حتی تمام جنبندگانی که به تسبیح الله متعال مشغولن اونها رو لعنت میکنن. تمام آن موجوداتی که روی زمین هستن اونها رو لعنت میکنن. اینها مورد لعنت الله متعال قرار میگیرن. بسیار خطاب سختی است. این خطاب لعنت الله متعال و لعنت ملائکه و لعنت مؤمنان و لعنت تمام جنبندگان روی زمین از موجوداتی که الله متعال خلق کرده. الله متعال میفرماید همه لعنت اونها شامل حال اینها می شود. حتی همه حیواناتی که روی زمین هستند. تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن، در سوره اسراء الله متعال میفرماید تمام آسمان های هفتگانه و زمین و هر آنچه که بین آسمان ها و زمین است به تسبیح الله متعال مشغول هستند. و ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی در آسمان ها و زمین نیست بلا استثناء، حتی یک سنگ خشکی، یک چوب خشکی، یک شیئی رو که شما روی زمین میبینید، یک مشت خاکی حتی، و این من شیء الا یسبح بحمده، هر ذره‌ای که در عالم و دور براتون میبینید به تسبیح الله متعال مشغول است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما این رو درک نمیکنید، احساس نمیکنید، این رو متوجه نمیشید. تمام موجودات عالم در برابر ذات الله متعال با زبان خودشان آنگونه‌ای که الله متعال به آنها تعلیم داده است به تسبیح او و حمد و ستایش او مشغولند. و وقتی که لعنت الله متعال شامل حال کسی می شود و لعنت کنندگان اونها رو هم در بر میگیره. و حتی در زمانی که مثلا خشکسالی در منطقه میاد و خشکسالی سبب میشه که گیاهانی از بین برن و حیوانات مورد ضرر قرار بگیرن، اون حیوانات با زبان خودشان به پیش الله متعال از گناه اون افراد گناهکاری که سبب این مصیبت ها میشوند در اون منطقه اعلان بیزاری و لعنت میکنه. الله متعال میفهمد لعنت بر کسی است که یک حقیقتی رو کتمان میکنه،
حالا شما تصور کنید کسی که کتمان میکنه یک حقیقتی رو و نمیگه، لعنت الله و لعنت کنندگان شامل حال اوست. اون کسی که حق رو کتمان میکنه به جای خود باطل رو داره به خورد مردم میده، اون چه حالی خواهد داشت؟ کسی که حق کتمان میکنه نمیپوشونه. کتمان حق یعنی چی؟ نگفتن حق. یک جایی یک عالمی، یک دعوتگری، یک شخصی که میدونه حکم الله در یک موضوع چی هست، میدونه در این موضوع آیات قرآن، احادیث رسول علیه الصلاه و السلام چه میگویند، اما به خاطر منافع خودش، به خاطر جایگاه خودش، به خاطر شرایط خودش، به خاطر حزب خودش، به خاطر گروه خودش، به خاطر تعصب قومی خودش و یک مواردی رو به نفع او یا دوروبری‌های او یا حاکم او یا شرایط او نیست، کتمان میکنه، نمیگه. این کتمان است. نمیگه یا تحریف میکنه یا اشتباه فتوا میده. همه اینها معانی کتمان است. حالا کسی که باطلی رو میاد و ترویج میکنه، اون که دیگه به طریق اولا. هر کسی که یک علمی دارد، وظیفه دعوتگران بسیار سنگین است. وظیفه یک عالم در شرایطی که مردم شدیداً نیاز دارن به او. رسول علیه الصلاه و السلام فرمود کسی که کتمان کند علمی را که از او پرسیده می شود و مردم با آن نیاز دارند، روز قیامت یک لجامی، افساری از آتش به دهان و گردن او می اندازند. کسی که سوال میشه از او درباره یک موضوعی، یک علمی رو میداند اما پاسخ نمیده، خصوصا در شرایطی که مردم شدیداً نیاز دارن. کتمان، سکوت علما، سکوت یک عالم، سکوت در شرایطی که باید حرف بزنه، یک خیانت است. یک خیانت بسیار بزرگ است. این فردی که ساکت نشسته است در جایی که باید حرف بزنه و باید سخن بگه و سکوت کرده و حق رو نمیگه، میدونه که حق چیست اما نمیگه، یک شیطان خاموش است. اون کسی که ناحق میگوید، اون یک شیطان سخنور است. کسی که ساکت نشسته و حق رو نمیگه و کتمان میکنه، این هم یک شیطان است، اما یک شیطان خاموش. اون کسی که باطل رو داره ترویج میکنه، اون شیطان سخنگوست. اینی که حق رو نمیگوید و نشسته، شیطان خاموش است. الله متعال مذمت میکنه، ملامت میکنه، تهدید میکنه و لعنت و نفرین میکنه همه کسانی رو که حق رو میدانند اما نمیگن، به خاطر مال دنیا، به خاطر حطام دنیا، به خاطر منافع دنیا، به خاطر جایگاه خودشون، به خاطر جایگاه خودشون حق رو کتمان میکنن. حق باید گفته شود. آیات الله متعال باید گفته شود. مردم باید آگاه بشن، مردم باید خبر بشن، مردم باید بفهمن، راهشون رو یاد بگیرن. در دین هیچ مجامله‌ای با هیچ کسی نیست. هر کسی که منع میکنه مردم رو از اینکه دین خود رو یاد بگیرن، سنگ اندازی میکنه در راه اینکه مردم شریعت خود رو یاد بگیرن، جلوی ترویج و تبلیغ دین رو میگیره، جلوی دعوتگران رو میگیره، جلوی اندیشمندان و دانشمندان رو میگیره، جلوی اهل علم رو میگیره، حلقات قرآنی رو منع میکنه، دروس دینی و شرعی رو منع میکنه، به مبارزه میپردازد با آن چیزی که به دین مرتبط است. هر حاکمی، هر ظالمی، هر ستمگری که منع میکنه مردم رو از این که یاد بگیرن دین خودشون رو، الله متعال میفهمد لعنت الله بر این انسان است، لعنت ملائکه بر این انسان است، لعنت کنندگان بر این انسان است، لعنت و نفرین بر این انسان باد. هر کسی که مردم رو منع میکنه از این که یک حقیقت شرعی رو درک بکنن و بفهمن، هر کسی که قرآن رو میداند اما به خاطر اینکه بر مسند قدرت بمونه مردم رو همچنان به دنبال خودش نگه میداره، در شرک، در کفر، حقیقت رو به اونها نمیگه، تحریف میکنه حقیقت رو، کتمان میکنه حقیقت رو، توجیه میکنه حقیقت رو، الله متعال میفهمد لعنت الله متعال بر این هاست. لعنت بر هر عالم یهودی، لعنت بر هر عالم مسیحی و لعنت بر هر عالم مسلمانی که میداند در کتاب آسمانی چه آمده است درباره توحید الله متعال، درباره پیامبران الهی، درباره مسیر هدایت و سکوت میکنه و حقیقت رو نمیگه به مردم. حقیقت رو به مردم بیان نمیکنه به خاطر اینکه منافع او به خطر نیفته، به خاطر اینکه مردم رو همچنان برده خودش نگه داره، مردم رو همچنان به دنبال خودش بکشه تا بتونه که مال اونها رو، جان اونها رو و ناموس اونها رو به تاراج ببره. نفرین الله متعال و لعنت الله متعال بر این گروه هست. هر کسی که میدونه و کتمان میکنه، حقایق رو باید گفت،
کسی خوشش میاد خوشش بیاد، خوشش نمیاد نیاد. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لعنت الله، لعنت ملائکه، لعنت مؤمنان، لعنت تمام موجوداتی که الله متعال داشته است بر علیه اون است. در مقابل کسانی که، حالا نقطه دیگر و نقطه مقابل این آیه این می شود مفهوم مخالفش، کسانی که بیان می کنند آنچه را که الله متعال در قرآن مطرح کرده است، آنچه را که راهنمودهایی رو که محمد مصطفی علیه السلام برای رسیدن به راه راست بیان نموده است، کسانی که آیات قرآن رو، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت او رو و زندگانی او و یاران و اهل بیت او رو مطرح میکنن تا مردم مسیر رو یاد بگیرن، اینها باز لطف و مغفرت و عنایت الله متعال شامل حال آنها است. رسول الله علیه السلام فرمود که اون کسی که مردم خیر میآموزد، یاد میدهد، حتی ماهی های داخل دریا هم برای او دعای خیر میکنن. حتی ماهی های داخل دریا، آسمان و زمین برای کسی که معلم خیر است برای انسان ها، هر چیزی رو که به خیر آنهاست، به نفع دنیا و آخرت آنهاست، به اونها یاد میده تا یک چیزی یاد بگیرن، تا مسیر خودشون رو مشخص کنن، تا به هدایت برسن. الله متعال میفهمد باز اونها کسانی هستند که لطف الله متعال شامل حال اونها میشود. و رسول الله علیه السلام فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. همونطوری که کتمان آیات قرآن کریم، کتمان حقیقت جرم است، در مقابل بیان او همینقدر فضیلت است و ارزش است. و هر کسی که حمایت میکنه از این حرکت، هر کسی که در این مسیر حامی میشه و میاد و حمایت میکنه از کسانی که در این مسیر قرار گرفتن، هم به همین اندازه در اجر و پاداش اونها شریک میشود. این یک وعده و تهدید بسیار خطرناک است برای هر کسی که در مسیر کتمان، تحریف، پنهان کردن و مبارزه با حقیقت‌های شریعت الله متعال قرار گرفته و دین رو یا وارونه به مردم یاد داده است، یا از روی جهل و جهالت و نادانی که در گذشته داشته، یا اینکه منافعی داشته است. احیانا میتونه دلیل جهل باشه، نمیدونسته طرف، الان حقیقت رو فهمیده اما قبلا نمیفهمیده، یا اینکه منافعی داشته الان پشیمان شده. خب آیا اگر کسی در این مسیر قرار گرفته بود و الان یا پشیمان شد یا یاد گرفت و فهمید که نه اشتباه میکرده، راهی برای توبه او هست؟ بله، الله متعال میفهمد که الا الذین تابوا، مگر اون دسته‌ای که توبه کنن. لعنت الله متعال شامل آنها هست تا وقتی که اونها توبه بکنن. اگر قبل از مرگشان، قبل از اینکه از این دنیا رفتن، دست از این کار کشیدن، به هر نیتی که داشتن این کارو میکردن، چه جهل، چه منافع مادی و دنیوی، هر دلیلی که داشتن، اما الان طرف پشیمان است، میخواد که توبه بکنه. راه توبه کسی که مردم رو به گمراهی کشانده است، دعوتگری بوده و عالمی بوده، نویسنده‌ای بوده و روی منبری میرفته، مردم پشت سرش بودن، انسان مشهور و معروفی بوده، صحبت‌هایی کرده، موجب گمراهی و ضلالت مردم شده، حرف‌هایی زده که خلاف آن چیزی بوده که الله و رسولش گفتند، یا نمیدانسته یا میدانسته و کتمان کرده. اما کتمان معنای دانستن است. کتمان این طرف میدانه و داره پنهان میکنه، چه میدانسته چه نمیدانسته. به صورت عموم اگر کسی بخواد که توبه بکنه، توبه همچین افرادی چیست؟ الا الذین تابوا، مگر اینکه توبه بکنه و اصلحوا، خودش رو اصلاح بکنه. اول یک توبه، دوم اصلاح بکنه، اصلاح بکنه خودش رو، فکرش رو، باورش رو، رفتارش رو، مسیرش رو، فضایی که در اون بوده، خودش رو بیاره بیرون. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، و بیان بکنه. توبه کسانی که مردم رو گمراه کردن، یا کتابی نوشته، مقاله‌ای نوشته، سخنرانی داشته، متنی نوشته، نشر شده، پخش شده، یک جمعی رو صحبت میکرده، شاگردانی داشته، مریدانی داشته، پیروانی داشته.
خب اونا الان متأثرن از این حرف این رو به عنوان یک سند میپذیرفتن و از او تأثیر گرفتن و در مسیری رفتن که نباید میرفتن. الان چیکار باید بکنه؟ آیا این فرد فقط هم که گفت خدای منو ببخشد تو رو میبخشه؟ نه، اینقدر کافی نیست. هم باید توبه بکنه و خودش رو اصلاح بکنه، هم و بیان بکنه به تمام اون کسانی که این آقا، این خانم سبب گمراهی و ضلالت آنها شده. کتابی نوشته، الان جوابی برای کتاب خودش باید بنویسه. مقاله‌ای نوشته، در رد اون مقاله باید مقاله دیگری بنویسه. منبری رفته، دوباره منبر بره. صحبتی کرده، دوباره صحبت بکنه. باید به مردم بگه آقا من اشتباه کردم. و این نکته خیلی نکته مهم است. بسیاری در این موضوع میلنگن. طرف آدم معروف و مشهور است. چطور بیاد بگه که من خطا کردم، من اشتباه کردم؟ شیطان و نفس وسوسه میکنه او رو. خصوصا کسانی که طرفدار دارن، خصوصا کسانی که مخلص و مرید دارن، خصوصا کسانی که شاگرد و کبکب و دبدبه‌ای دارن، اسم و رسمی دارن، فالوور دارن. اینجاست که اون ایمان حقیقی خودش رو نشون میده. الا الذین تابوا و اصلحوا. کسی که اشتباه میکنه در مسئله دین مسئله ساده ای نیست که انسان از پیش خودش بیاد فتوا بده، یا اینکه حقایقی رو میدونسته کتمان کرده، سبب گمراهی و ضلالت شده. موضوع خطرناکه. به خاطر چیه؟ به خاطر که موضوع دین با سرنوشت دنیا و آخرت انسان‌ها در ارتباط است. این انسان باید بیاد جبران بکنه، باید بیاد اصلاح بکنه اون فسادی رو که به بار آورده، اون گمراهی و ضلالتی رو که ایجاد کرده. باید این شجاعت رو داشته باشه که بیاد به هر قیمتی که شده بیاد این کارو بکنه، در یک فضای مناسب تری قرار بگیره. بالاخره این که انسان شرایط رو رعایت بکنه. افرادی هستن در حکومت، در سیستم هایی هستن که اگر اون حرف رو بزنه شاید کشته بشه، خب خارج بکنه، خودش رو بنویسه، سفارش بکنه، بعداً پخش بشه. حداقل راههای مختلفی هست. کسی که آمده و سبب گمراهی و ضلالت عده‌ای شده باید اونها رو آگاه بکنه آقا فلانی من اشتباه میکردم. کتاب خودش رو، صحبت‌های خودش رو، مقالات خودش رو، تلاش‌های خودش رو بیان بکنه که من در مسیر ضلالت و گمراهی بودم، تا مردمی که پشت سر او آمدن بدانند که مسیر هدایت کجاست. الان متون میفهمد اگر کسی میخواد توبه بکنه این شرطش است. توبه، هر کسی که در دین خطایی کرده، اشتباهی کرده، الان پشیمان است، راه برای او باز است. یکی از زیباترین مسائلی که در دین مبین اسلام وجود دارد توبه است. یک دری است که همیشه بازه برای همه، در هر سنی، در هر صنفی، در هر جنسی، از هر گروهی که میخواد باشه طرف، پیر باشه، جوان باشه، مرد باشه، زن باشه، فقیر باشه، ثروتمند باشه، عالم باشه، جاهل باشه، عمری گناه کرده، هر گناهی که کرده باشه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. علامت تمام گناهان او رو میبخشه، به شرط اینکه شروط توبه رو رعایت بکنه. توبه از خود شروطی دارد. این نمیشه که من بگم خب خدای منو ببخش، من اشتباه کردم، با زبون بگم، اما در قلب خودم هنوز نسبت به اون گناه علاقه‌مندم، دوباره میخوام تکرار بکنم. الله متعال که از حال من خبر دارد. توبه شرایطی دارد. در سوره مبارکه آل عمران آیات 133 به بعد، وقتی که صفات متقین رو برای ما ذکر میفهمه در متعال، میفهمد بشتابید به سوی جنتی که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است و سعروا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به سوی بخشش و رحمت و لطف الله متعال و جنتی که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است و برای متقیان آماده شد. صفات متقیان وقتی ذکر میفهمد، دو آیه بعدش میفهمد که والذین اذا فعلوا فاحشة، کسانی که متقیان کسانی هستند که وقتی که فحشای مرتکب میشوند، فاحشه یعنی گناه خیلی بزرگ، والذین اذا فعلوا فاحشه، متقیان. این یکی از صفات متقیان است در این آیه. متقیان هم احیانا دچار لغزش میشن، دچار خطا میشن، دچار اشتباه میشن، دچار گناهان خیلی بزرگی میشن. حتی متقیان، حتی انسان های متقی در متعال میفهمند والذین قبل فرمود الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کسانی که در سختی و در تنگ دستی و در فراخ دستی انفاق میکنن، خشم خود رو فرو میبرن. والعافین عن الناس، مردم رو میبخشن. الله یحب المحسنین، الله محسنان رو دوست دارد. والذین، هم متقیان هم محسنان. الله متعال میفرماید والذین اذا فعلوا فاحشة،
وقتی که گناه بسیار بزرگی رو انجام میدن، ذکر الله، اول یاد الله متعال میفتن. اینا شروط توبه است. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کسانی که گناه بزرگی میکنن، به خودشون ظلم میکنن. هر گناه یک ظلم به خود است، چون بالاخره شومی گناه دامن خود انسان رو میگیره در دنیا و در آخرت. ذکر الله، بعد از گناه وقتی که وسوسه میشن، شیطان اونها رو فریب میده، اشتباهی میکنن، بعد پشیمان میشن، فلانی چه کردی با خودت، ذکر الله، بیاد الله میفتن. فاستغفروا لذنوبهم، اول یاد الله متعال پشیمانی درونی در قلب از گناه. دوم استغفار با زبان، این احساس از قلب شروع میشه، به زبان جاری میشه، استغفار میکنه، یا رب منو ببخش. وضو میگیره، 2 رکعت نماز میخوانه، در نماز در سجده خودش، یا اصلا نیازی نیست حتی نماز بخونه، همین که نشسته میگه با یا رب منو ببخش، یا رب من اشتباه کردم. فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، و کیست که غیر از الله متعال ببخشه؟ نیازی نیست پیش هیچ کسی هم بره. کسی که گناه کرده نیازی نداره بره پیش این و پیش اون و پیش این ملا و پیش اون آخوند و پیش این فلانی و فلانی تا گناهش بخشیده بشه، بهش بگه برای من دعا بکن. خودت پیش خدای خودت سرتو بگذار به سجده، دعا بکن. و من یغفر الذنوب الا الله، یاد الله متعال استغفار. سومی ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نداره بر انجام اون گناهانی که قبلا انجام داده. ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، دانسته دوباره نمیرسه اون گناه، اصرار نداره برای انجام اون گناه. مهم این است که در اون لحظه که انسان توبه میکنه، در اون لحظه عزمش رو جزم بکنه که من این کار رو دیگه نمیکنم، بار الله من دیگه این کار رو نمیکنم، ولی این که دوباره این کار رو بکنه. در توبه گناه نکردن شرط نیست که دوباره گناه نکنه. اگه گناه کرد توبهش قبول نیست، نه، همون لحظه که توبه میکنه عزمش رو جزم بکنه که دیگه نمیکنه، ولی این که دوباره این اتفاق بیفته، دوباره همین عزمش رو جزم میکنه که دیگه این کار رو نمیکنم، میخواد که نکنه این کار رو، ولی این که دوباره شیطان نفس رو فریب بده، دوباره توبه میکنه و برمیگرده. همچنین در سوره مبارکه نساء آیه 17 هم شرط دیگری رو الله متعال اضافه میفرماید که انما التوبة عن الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب، توبه برای کسانی است که از روی جهالت و نادانی یک کاری را، گناهی را انجام میدن، ثم یتوبون من قریب، سپس به زودی توبه میکنن. توبه رو به تأخیر نیندازه انسان. چرا؟ چون انسان نمیداند چه وقتی میمیرد، چون انسان نمیدونه که چه وقتی میمیره، و به همین خاطر هر وقت که انسان گناهی کرد در جا توبه بکنه، نگه خواهر صبر بکنم، من صبر بکنم، حالا صبر کن فعلا وقت هست، رمضان میاد، حج میرم، پیرمرد میشم، بزرگ میشم، توبه میکنم. برای خوب شدن، برای پاک ماندن، مرگ منتظر من و تو نمیمونه. مرگ منتظر من و تو نمیماند تا ما خوب بشیم، تا پاک بشیم، تا توبه بکنیم. من و تو باید توبه بکنیم، خوب بشیم، پاک بشیم و بعد منتظر مرگ بمانیم. هر وقت آمد خوش آمد. مرگ منتظر نمیمونه که خب حالا تا فلانی هر وقت که بزرگ شد، هر وقت توبه کرد، هر وقت حج شد، هر وقت رمضان شد، بعدش دوباره جانش رو بگیرم. من کرموت ساعتش مشخصه میاد میگیره. مرگ منتظر خوب شدن من و تو نمیمونه. ما اول باید خوب بشیم، بعد منتظر مرگ بمانیم. به همین خاطر باید انسان توبهش رو زود انجام بده. و اینجا الله متعال باز درباره کسانی که سبب گمراهی و ضلالت یک عده‌ای شدند، باید اون ضلالت و گمراهی رو که ایجاد کردن اصلاح کنن. این برای کسانی است که در مسیر ضلالت یک عده قرار گرفتن. این یکی از شروط توبه است. برای هر کسی که سبب گمراهی و ضلالت یک نفر یا جمعی شده است، با صحبت‌های خودش، با افکار خودش، با نوشته‌های خودش، با سخنان خودش، با موضع‌گیری‌های خودش، با سیاست‌های غلط خودش و نادرست خودش، باید این رو اصلاح بکنه. اگر میخواد توبه او پیش الله متعال پذیرفته بشه، باید آنچه رو که خراب کرده اصلاح بکنه، بیان بکنه. الی الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، باید بیان بکنه. رهبرانی که دچار فساد شدن، گمراهی ایجاد کردن، ضلالت ایجاد کردن، رهبران سیاسی، رهبران دینی، پیشوایان مردم، اینها باید این جرأت رو داشته باشن بگن آقا ما اشتباه کردیم. باید بیاد بگه من اشتباه کردم به پیروان خودش، چون یک عده‌ای بر همین مسیر اشتباه او دارن میآیند. هر عالمی، هر دانشمندی، هر ملایی، هر کشیشی، هر راهبی که مردم رو، خصوصا در امر دین مردم، در رابطه اونها با الله متعال، که به حرف این آقا اعتماد داشتن،
خیانت کرده، کتمان کرده، تحریف کرده، دروغ گفته، ترویج باطل کرده، باید این شهامت رو داشته باشه و بیاد و بگه این رو. اگر این شهامت رو نداشت الله متعال توبه تو قبول نیست. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. یکی از حقوق مردم برگردن این است که اونها رو حقشون رو به اونا بده. اونا به این اعتماد کرده بودن. همونطور که وقتی که یکی از شروط توبه این هست باز که اگه کسی حق کسی رو خورده باشه باید حقش رو بهش پس بده. باید حق رو به پس داد. اگر نداره که پس بده تلاش بکنه که این رو داشته باشه. اگه طرف رو پیدا نکرد که بهش پس بده از طرف او صدقه بده. اگه این توانایی رو هم نداشت از الله متعال بخواد که این فرصت رو براش بده. انسان کوتاهی‌هایی رو که انجام داده باید جبران کنه. در حق دیگران و چه حقی بالاتر از امر دین؟ وقتی به من اعتماد کردن و اومدن من باید این شهامت رو داشته باشم اگر جایی در امر دین اشتباه کردم، فتوای اشتباهی دادم، سخن نادرستی گفتم، الان متوجه شدم یا در یک شرایطی بودم مجبور بودم یا شیطان منو فریب داد یا هر دلیل دیگری، الان میخوام که توبه بکنم، الله متعال منو ببخشه. الان من باید بیام بشینم بنویسم اگر نوشتم، بگم اگر سخن گفتم، مطرح بکنم که من این موضوع رو فلان جا، فلان روز، فلان تاریخ گفتم، انجام دادم، اشتباه بود دوستان، عزیزان، پیروان، شاگردان، همراهان، این رو من اشتباه کردم. اینطور باید گفت، این شجاعت رو باید داشته باشه. اگر این کار رو کرد، الله متعال میفهمد. اگر کسی که در این امر کوتاهی کرده، بیان کرد فاولئک اتوب علیهم الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. توبه کرد جانانه، اصلاح کرد خودش رو، ماحولش رو و بیان کرد آن ضلالت‌هایی رو که انجام داده. فاولئک اتوب علیهم. اونها کسانی هستند که من الله با عظمت توبه آنها رو میپذیرم. فاولئک اتوب علیهم. اونها کسانی هستند که من اتوب علیهم، من اتوب علیهم. اتوب توبه، من به سوی اونها برمیگردم. الله متعال میفهمند من لطف خودم رو شامل حال اونها میکنم، رحمت به اونها برمیگردم. اون لعنتی که در ابتدا شامل حال اینها شده بود طرد از رحمت الله متعال و غضب و خشم الله متعال میره کنار، لطف و رحمت و محبت الله متعال میاد. فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. و من الله با عظمت بسیار توبه پذیرم و بسیار مهربانم. و انا التواب. تواب یکی از نامهای الله متعال است. التواب یعنی کسی که بسیار توبه میپذیرد، نه یک بار، بارها. تواب بارها. تائب یعنی کسی که برمیگرد. تواب کسی که خیلی برمیگرد. خود این کلمه اصلش از ایاب گرفته شده. ذهاب و ایاب یعنی رفتن و برگشتن. ما در فارسی هم استفاده میکنیم احیانا، میگیم که ذهاب و ایاب، مثلا هزینه سفر ذهاب و ایاب شما با ماست، رفتن و آمدن. ایاب یعنی آمدن، برگشتن. کسی که تواب است یعنی خیلی برمیگرده. خیلی برگشتن به معنای این هست که خیلی رفته است، یعنی خیلی رفتنی بوده که خیلی برگشتنی شده. به این معناست که اون بنده‌ای که گناه کرده خیلی رفته، خیلی دور شده، نه یک بار، بارها رفته و رفته. الله متعال میفهمد من بارها برمیگردم و برمیگردم و برای این تواب بودن خودش مقدار مشخص نکرده. نفرموده که چند بار، 100 بار، 200 بار، 300 بار. هیچ محدوده مشخص نکرده. به این معنا که توی بنده من هر چقدر هم گناه بکنی، تا وقتی برگردی من برمیگردم، تا وقتی بیای باز من میام. مهم این است که انسان وقتی که به زمین خورد در این میدان دوباره بلند بشه. لباسی که به تن داری کثیف میشه، آلوده میشه، لک میفته، غذا میخوری میریزه روش، میری بیرون ماشینی رد میشه، آب هست میریزه روی لباست، کثیف میشه و به دلایل مختلف. این وقتی برگشته خونه میشوریش، تمیزش میکنی، اتو میکنی، دوباره میپوشی. و لباس التقوا ذلک خیر. لباس تقوا همینه. هیچ بنده ای نیست که گناه نکنه به جز انبیا. فقط انبیاء الله متعال به خاطر مکانت دینی و امامت دینی که داشتن، الله متعال اونها رو یک توفیق خارق العاده و خاصی داده. یک توفیق خاصی داده که عصمت در گناه داشتن. اما بعد از انبیا همه ما گناه میکنیم. همه ما گناه میکنیم. گناه کردن اونقدر خطرناک نیست که رفتار انسان بعد از گناه خطر ایجاد میکنه برای ما. این که لباس شما کثیف بشه عادی است، کثیف میشه.
اما اگر رفتی خانه دوباره همین لباس کثیف رو پوشیدی اومدی بیرون، بعد دیگه ملامت میشی. اگر این رو نشستی لک میگیره، کثیف میشه، بو میگیره، تعفن میگیره، دیگه خود به خود دیگه تو یک انسان تمیز حساب نمیشی. دیگه جامعه به تو یک چشم دیگه به تو نگاه میکنه. مسئله سر این است که انسان برگرده خودش رو اصلاح بکنه. ما اشتباه میکنیم، همین ما انسان ها و غیر از انبیا ما دچار اشتباه میشیم. اما الله متعال برای ما مسیر بازگشت رو همیشه فراهم کرده. و انا تواب، من الله بعظمت تواب هستم. بیا، هر چقدر رفتی بیا، من میام، تو هم بیا. تو هر چقدر میری، هر چقدر تو بری، من میام. هر وقت اومدی دوباره بیا، باز بیا و باز بیا. زمین خوردی دوباره بیا و باز بیا. انسان در مسیر توبه نباید اجازه بده که شیطان 2 بار او رو ضربه بزنه. یک بار با انجام گناه و بار دیگر با ناامید کردن او از بخشیده شدن پیش الله متعال. اون گناه دوم که انسان فکر بکنه الله او رو نمیبخشه خیلی بدتر از گناه اوله، هر گناهی که کرده باشه. کسی که گناهی کرده و گمان میکنه الله متعال او رو نمیبخشه، اون گناه سوء ظن بر الله متعال خیلی بدتر از گناه اولشه، هر گناهی که باشه. چون الله متعال همه گناهان رو میبخشه. هر گناهی در این دنیا کرده باشه انسان برگرد در الله متعال میبخشه. اما اگر کسی نیامد با وجود این همه لطف و احسان الله متعال، با وجود باب توبه، با وجود این همه احسان و لطف و بخشش که الله متعال گناهان رو میبخشه، الله متعال گناهان رو تبدیل به نیکی ها میکند. اذا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. در آیه 70 سوره مبارکه فرقان میفرماید هر کسی که توبه بکنه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، من گناهان او رو تبدیل به نیکی ها میکنم. نه تنها میبخشه، گناهان رو تبدیل به نیکی ها میکنه. با این وجود، با این همه لطف و احسان الله متعال نسبت به بندگانش، اگر کسی نیامد همچنان در مسیر ضلالت و گمراهی و کفر خودش باقی ماند، حاضر نشد به توحید برگرده، حاضر نشد به قرآن کریم برگرده، حاضر نشد نبوت محمد مصطفی علیه السلام رو قبول بکنه و با همین حالت از دنیا رفت، توبه نکرد، مرد، کتمان کرد حقیقت رو بیان نکرد، حقیقت رو نپذیرفت، نیامد به سوی حقیقت، سرنوشت او چه خواهد شد؟ الله متعال میفهمد هر کسی که اومد من میبخشمش، من رحیمم، بسیار رحمت دارم، لطف و احسان من بسیار فراوان است. هر کسی بیاد در هر لحظه از عمر من میبخشمش. اما اگر نیامد، ان الذين كفروا، کسانی که کفر کردن، پشت کردن، قبول نکردن، نپذیرفتن دستور الله را، آیات الله متعال رو، نبوت محمد مصطفی علیه السلام رو، حقیقت اسلام رو قبول نکردن. ان الذين كفروا و ماتوا و مردن و هم کفار، در حالت کفر. کسی که کافر از دنیا می رود چه معاملی با او می شود؟ الله متعال می فهمد. خوب دقت کنید عزیزان. ان الذين كفروا، هر کسی که کافر شد، و ماتوا، کسانی که کافر شدند، و ماتوا و مردند، و هم کفار، در حالی که با کفر از دنیا رفتند. هر کسی که کافر از دنیا برود، اولئک علیهم، بر آنهاست، در متعال میفرماید لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت الله، لعنت ملائکه، لعنت انسان ها، همه و همه شامل حال این انسان است. خالدین فیها، جاودانه در دوزخ میماند. فیها، در دوزخ. خالدین فیها، جاودانه، ابدالابد، پایانی برای عذاب او نیست. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیفی داده نمی شود برای عذاب او. لا یخفف عنهم العذاب، عذاب آنها کم هم نمی شود. ولا هم ینظرون، و نه هیچ نگاهی با آنها می شود و مهلتی داده می شود تا معذرت خواهی بکنند. دیگه هر چی شد در همین دنیا. کسی در این دنیا توبه نکرد از کفرش، از شرکش، از مسیر نادرستی که رفته، کافر از دنیا رفت، مشرک از دنیا رفت، الله متعال میفهمد لعنت الله، ملائکه، انس و جن بر اوست. در دوزخ جاودانه میماند، تخفیفی برای او داده نمی شود و هیچ نگاهی هم به او نمی شود. هیچ مهلتی برای معذرت خواهی هم دیگه به او داده نمی شود. فرصتش تمام شد. هر کی میخواد باشه. هر کسی که کافر از دنیا رود. الله متعال در قرآن کریم برای ما بیان کرده هر کسی که توحید رو قبول ندارد کافر است. چون در آیه بعد میفهمد و الهکم اله واحد، پروردگار شما یک اله واحد است، تنها معبود به حق برای پرستیده شدن است. هر کسی که مشرک است، شرک می آورد، کافر است.
الله متعال شرک روز قیامت هرگز نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، در آیه 48 و آیه 116 در سوره مالکه نساء عین لفظ ذکر میشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله متعال در روز قیامت کسی که با گناهان از دنیا رفته، گناه شرک و کفر رو هرگز نمیبخشد. غیر از اون مسلمانی که از دنیا رفته، موحدی از دنیا رفته با گناهانی که توبه نکرده، الله متعال اگه بخواد اون گناهانی رو که توبه نکرده این آدم ازش میبخشه. اما یک گناه رو، کفر و شرک رو، این گناه رو هرگز الله متعال در روز قیامت نمیبخشه. هرگز نمیبخشه. هر کسی که رسالت محمد مصطفی علیه السلام رو قبول ندارد، قرآن میگه کافر است. هر کی یک آیه قرآن رو قبول نداشته باشه کافره، چه برسه کسی که اصلا کل قرآن رو قبول نداره. ان الذين در آیه 150 سوره مبارکه نساء میفهمد ان الذين یکفرون بالله و رسله، کسانی که کافر شدن به الله یا به یکی از انبیاء الهی، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، کسانی که میخوان بین الله و پیامبرانش فاصله بیاندازن، تفرقه بیاندازن، و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگن ما برخی از پیامبران رو قبول داریم، برخیشون رو قبول نداریم. عیسی علیه السلام رو قبول داریم، محمد رو قبول نداریم. موسی علیه السلام رو قبول داریم، عیسی و محمد رو قبول نداریم، به مانند یهودیان، به مانند مسیحیان. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوان یک راه دیگه برای خودشون درست بکنن غیر از راهی که الله متعال فرموده است. اولئک هم الکافرون حقا، اینها کافران حقیقی همینها هستند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، برای کافران عذاب خار کننده من الله با عظمت در نظر گرفتم. والذین در ادامه 152 سوره نساء والذین آمنوا بالله و رسله، اما کسانی که ایمان آوردن به الله، به تمام انبیای او بلا استثناء. اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما، اونها هستن که پاداششون رو کامل روز قیامت میگیرن. الله متعال بسیار بخشنده و مهربان است. هر کس، رسول الله علیه السلام فرمود والله به ذاتی که، قسم به ذاتی که جان من به دست اوست، هیچ یهودی، هیچ مسیحی نیست که دعوت من به او برسد، اسلام به او برسد، قرآن به او برسد و به من ایمان نیاورد مگر این که الله متعال او را وارد دوزخ خواهد کرد. طبق آیات فراوان قرآن کریم، هر کسی که به غیر از عقیده اسلام، به غیر از ایمان به محمد مصطفی علیه السلام به عنوان آخرین پیامبر، قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی و توحیدی که الله و رسولش به ما یاد دادند در قرآن، از دنیا برود، بوی بهشت رو نخواهد برد. این آیات الله متعال است. آقا فلانی بزرگترین دانشمند است و فلان اختراعات رو کرده و فلان اکتشافات رو کرده و برق رو اختراع کرده و گاز رو اختراع کرده و نفت رو اختراع کرده و فلان چیز رو اختراع کرده. خب خوب کاری کرده، دستش در نکن. خوب کاری کرده، دستش در نکن. خب اینا بر چی کرده؟ خب اینا رو ما چیکارش کنم الان؟ اینها رو الله متعال چون برق اختراع کرده، بعد الله متعال مستقیم ببرتش بالای جنت بگذاره. وقتی که این آقا خودش الله متعال رو قبول نداشته باشه، وقتی محمد مصطفی رو به عنوان پیامبر قبول نداشته باشه، وقتی قرآن رو کتاب الله متعال قبول نداره، وقتی که الله متعال رو به عنوان خالق، تنها خالق آسمان ها و زمین، تنها معبود به حق قبول ندارد، شما میخوای به زور اینو بفرستی بهشت؟ این چه تصوری است؟ این کلام الله متعال است. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هر کسی که مرد کافر از دنیا رفت، با کفر از دنیا رفت. مسیحی کافر است، آیات قرآن میفهمد کافر است. این توهین به جامعه مسیحیت نیست، یک بحث علمی است. از دیدگاه قرآن هر کسی که محمد مصطفی علیه السلام رو به عنوان پیامبر آخر زمان قبول نداشته باشد، آیات قرآن رو قبول نداشته باشد، کافر است. یک پیامبر رو قبول نکنه کافر است. یک آیه قرآن رو قبول نکنه کسی که این کلام الله است، کافر است. چه برسه کل قرآن رو. به استناد آیات فراوانی از قرآن کریم، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، الله متعال میفهمن در 73 سوره مائده، کافر شدن کسایی که گفتن الله یکی است، خداست. کسانی که میگن خدا سه تاست، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس، الله متعال میفهمن اینا کافر هستند. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کافر شدن کسایی که گفتن الله مسیح ابن مریم است. خدا حقیقت اصل خدا این است، این خداست. الله متعال میفهمند کافر شدن. و قالت الیهود و عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، در سوره توبه میفهمند. یهودیان گفتن عزیر پسر الله است، مسیحیان گفتن عیسی پسر الله است.
اینها شرک است، اینها کفر است. به هر کسی که با کفر از دنیا برود، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. این همه تهدید، لعنت الله، ملائکه، انس و جن بر اوست، دوزخ میرود تا جاودانه در دوزخ میماند. به جای اینکه لامپ اختراع بکنه، برای خودش یک ایمان می آورد که قبلش خودش رو روشن میکرد، بهتر از این بود که کل دنیا رو روشن بکنه. کسی کلمات رو قبول نداره، ولی هر چقدر میخواد زحمت بکشه. خب الله رو قبول نداره اصلا. برای کی کم کنه؟ برای کی این کارو کرده؟ برای الله؟ این کارو برای کی کرده است؟ بله، کسانی که در دنیا مفید واقع میشن برای انسان‌های دور و بر خودشون، الله تعالی در همون دنیا الله تعالی ظالم نیست، نعوذ بالله. به اونها احسان میکنه، مشکلاتشون رو برطرف میکنه، در همین دنیا به اونها اسم میده، شهرت میده، قدرت میده، ثروت میده. چون دنیا رو خواستن. من کان یرید ثواب الدنیا نؤتیه منها. هر کسی که پاداش دنیا رو بخواد، من الله عظمت به او میدهم. هر کسی دنیا رو بخواد میدم بهش. خب اینا آخرت رو نخواستن که. هر کسی که با عقیده توحید از دنیا نرود، بوی بهشت رو نخواهد برد. مشرک به بهشت نمیرود. هر کسی که میگوید خدا ستاست، مشرک است. این نکته رو مد نظر داشته باشید. احیانا ما میشنویم این طرف اون طرف عزیزانی که خب فلانی که این همه خیر کرده، لطف کرده و اختراعات کرده و فلان کرده، الله متعال از او چی خواسته؟ که به وحدانیت او رو بپذیرد. وقتی که کسی الله رو به وحدانیت قبول نداره، شرک به او میآورد، تکاد السماوات یتفطرن، الله متعال میفهمد نزدیک از آسمان ها منفجر بشن، و تنشق الارض، نزدیک از زمین شق شود، و تخر الجبال هدا، نزدیک از کوه ها از هم بپاشند. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ ان دعوا للرحمن ولدا، برای الله رحمان فرزندی قائل شدن، میگن عیسی پسر الله است. الله متعال با این شدت در سوره مبارکه مریم که درباره بانو مریم سلام الله علیها و فرزند نازنینش عیسی علیه السلام است، الله متعال میفهمد که اینقدر با شدت صحبت میفهمد دعوا للرحمن ولدا. این مسئله آسان نیست که شما بگید که خب فلانی گفته پسر خدا است، فرزند الله است، توجیه داشته، نه منظورش این است، منظورشون نیست. الله متعال میفهمد منظورشون همین است. این موضوع اختیارش دست من نیست. جنت نه مال من است، نه مال شماست، نه مال کسی دیگه است. الله متعال با هیچ کسی تعارف نداره. حقیقت آیات قرآن همین است. الله متعال میفهمد یهودیان، مسیحیان حقیقت را میدانند. پیامبر آخر زمان محمد مصطفی علیه السلام است. یهودیان، اون یهودیانی که امروز هستند، اینا هیچ کدام پیرو تورات نیستن. حتی همین تورات تحریف شده. اینها پیرو تورات حقیقی نیستن. اینها موحد نیستن. اینها پیروان موسی علیه السلام نیستن، به بیراه رفتن. مسیحیان امروزی پایبند به همون 4 تا انجیلی که خودشون میگن انجیل هست. در کتاب مقدس عهد جدید آمده 4 تا انجیل، به همین 4 تا هم پایبند نیستن. خود 4 تا دلیل بر تحریف شدنش هست. چه برسه به اصل انجیل؟ اگر اینها پایبند بودن، چرا با محمد مصطفی علیه السلام ایمان نمی آورن؟ چرا با قرآن ایمان نمی آورن؟ مسئله بسیار ساده است. دیگه از عزیزان ما که حالا تز روشنفکری دارن، بیشتر احساس میکنن که آدمای روشنفکری هستن. نمیدونم که این روشنفکری معنیش چی هست. یعنی مخالفت با آیات قرآن شده روشنفکری؟ ما الله متعال میفهمد بسیار از کسانی که هستن آخه خب فقط مسلمان‌ها به جنت میرن. بله، فقط مسلمان‌ها به جنت میرن. اون هر مسلمانی که شک نداشته باشه، مسلمانی که عمل بکنه. اکثر مردم در ضلالت و گمراهی هستن. الله میفهمد در ضلالت و گمراهی هستن. و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. ای پیامبر من، اگر تو هر چقدر تلاش بکنی، بسیار از مردم به تو ایمان نمیآورن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بسیاری از آنها به الله متعال ایمان ندارن مگر اینکه مشرکن، شرک دارن. این آیات قرآن است. و قلیل من عبادی الشکور. بسیار کمن بنده های شکرگزار من. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الانس والجن. بسیار از انسان ها و جن ها رو من برای دوزخ آفریدم. الله متعال این گونه میفرماد. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر بسیاری از مردم زمین رو بخوای دنبالشون را بری، تو رو گمراه میکنن از راه الله متعال. این آیات قرآن کریم است. اینها آیات کلام الله مجید است که نشان از این دارد که اکثریت دلیل بر حقانیت نیست. اکثر کسانی که هستند در مسیر گمراهی قرار گرفتن. چرا؟ چون این از راه توحید بیرون رفتن. در آیه بعد و الهکم اله واحد. چون اله شما یک اله واحد است. الله متعال الله واحد است. واحد یعنی دومی ندارد. هیچ کسی مثل اون نیست. قل هو الله احد. الله احد است. احد یعنی یگانه است، بی همتاست. واحد یعنی یکی است، دومی ندارد.
لیس کمثله شیء. هیچ کسی در صفاتش، در ذاتش، در افعالش مثل الله متعال نیست. و الهکم اله واحد لا اله الا هو. هیچ معبود به حق شایسته عبادت جز الله متعال نیست. شایسته حاجت خواستن جز الله متعال نیست. هر کسی که غیر الله متعال یا فلان مدد میگوید باید تجدید نظر بکنه در اعتقاد و باورش. الله متعال میفرماید حتی شما مسلمانان در پایان آیه 217 سوره مبارکه بقره ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. با شما هی در مبارزه هستن تا بتونن شما را از دینتون خارج بکنن. و من یرتد منکم عن دینی. هر کدوم از شما مسلمان ها هم از دین خود مرتد شد، خارج شد، فیمت و مرد و هو کافر، با همون کفرش، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. در دنیا و آخرت هر کاری که انجام داد باطل می شود. حتی مسلمانی که از این مسیر خارج بشه الله متعال میفرماید تو هم در مسیر اونها میروی. و آیات در این باره فراوان است. وقت برنامه پایان رسید، به همین قدر اکتفا میکنیم. در برنامه بعد به همراه شما مستمران موضوع آیه 163 رو بیشتر صحبت خواهیم کرد که الله متعال برای ما در آیه 163 و 164 و آیات بعد به تفصیل این موضوع رو مطرح میفرماید که چرا الله متعال انقدر ناراض است از کسانی که مشرکن. چرا انقدر توحید مهمه؟ چرا الله متعال هر کسی رو که از مسیر توحید خارج شده نمیبخشه؟ الله نمیبخشد. این کلام من نیست. این کلام الله متعال است. هر کدوم از این آیاتی که بنده خواندم، عزیزی میگوید شما اشتباه تفسیر کردید، ترجمه کردید، به من بگویید. اگر من اشتباه ترجمه کردم اصلاح میکنم. اما جز آیات قرآن چیز دیگری تلاوت نشده است و آیه کلام الله مجید، آیات قرآن هیچ وقت اشتباه نمیگویند و این کلام الله متعال است و الله در کلامش با کسی تعارف ندارد و اشتباهی در کلام الله متعال و تناقضی هم وجود ندارد. در بیان آنچه که الله متعال گفته است نباید با کسی تعارف داشته باشیم. شاید بعضی خوششون نیاد ما رو متهم بکنن که شما افراطی هستید. نه، پیروی از کتاب الله و سنت رسول افراط نیست. کسی افراط میکند که از کتاب الله و سنت رسول علیه السلام جلوتر میرود یا عقبتر میماند. یعنی سختگیری های بیشتر از آن چیزی میکند که الله و رسول کردن و یا کمتر از آن چیزی که الله و رسول گفتن به دیگران میرساند. الله متعال من شما فهم صحیح آیات کلامش را نصیب و گرداند. تا دیدار دیگر همه شما صبران به الله متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.